قراره تو این ویدیو درباره سایت تریدینگ ویو با هم صحبت کنیم. سایتی که بسیار کاربردی و اگر بلد نباشیم با این سایت کار کنیم، یادگیری تحلیل تکنیکال و هر استراتژی کاملا بیفایده است. سلام، عباسی هستم و قراره تو این ویدیو درباره سایت تریدینگ ویو با هم صحبت کنیم. قراره بریم یاد بگیریم، ببینیم مثلا این سایت چیه، چه کاربردی داره، یه سری از ابزارهای کاربردیشو یاد بگیریم تا حد نیاز. یه سری توضیحات اضافه رو فیلتر گرفتم، واقعا اضافه است که با یه سری از ابزارش هم واقعا اصلا بلد نیستم کار کنم، چون اصلا نیازی نیستش که شما جامع بدونید، خیلی زیاد به اصطلاح کامل بدونید ابزارها چیه. باز یه سری از ابزارها کاربرد نداره، اصلا به کار ما نمیاد. بریم روی صفحه مانیتور که توضیحات بیشتر اونجا بدم. اول وارد گوگل میشیم، از این بالا سرچ میکنیم تریدینگ view.com. حالا من تو سرچ قبلی بود زدم، از تو سرچ قبلی بیارم. خب وقتی تریدینگ ویو رو سرچ کنید، همین سایت اول روش کلیک میکنیم، منتظر میشیم که بیاره. صفحه اولی که باش مواجه میشیم همینه. وقتی وارد اول سایت میشیم با یه همچین تصویر مواجه میشیم. روی این آدمک که بالا سمت راست کلیک میکنیم، روی این آبی رنگ کلیک میکنیم، ثبت میکنیم بیار. خب با تصویر که مواجه میشیم همینه. با ساین اپ و ساینینگ روش ورودش به سایت یکیه، جفتش فرقی نداره. اگر ایمیلتون وصل به گوگلتون رو کانکت ویت گوگل میزنید میاره براتون. اگرم نه که از این پایین روی این گوگل سرچ کنید. حالا من هستش چند تا اکانت دارم، با یکی از ایمیل ها وارد سایت میشم، با ایمیل اصلیم وارد نمیشم که حالا میخوام ریز جزئیات بهتون بگم. همون اکانت اصلیم وارد بشم، میزنم صرف از اول بیاد کامل توضیح بدم. اکانت دومم نمیاره. تصویر اول که باش مواجه میشیم یه همچین تصویریه. برای که ما بتونیم ورود کنیم، ما قسمت سمت راست یه دفترچه گوشه داریم، رو اون کلیک میکنیم، یه واچ لیستی برای ما باز میشه. حالا برای شما به این شکل نیستش، من حالا برای خودم ردیف کردم، جفت ارزا رو از این طرف یه سری علامت زدم برای خودم. برای شما اینجوری نیست، برای شما یه سری ارزا رو بهتون میگم اینو چجوری باید انجام بدید. ببینم ریستش کجا بود. خب بهتون میگم این قسمتشو، بریم حالا روی چارت بهتون بگم. یه قسمتی اینو تاریکش اگه بتونم بکنم، بذاریم روی چارت اینو بعد تاریکش بکنم. خب برای اینکه وارد بشیم از همون قسمت روی یکی از اینا کلیک میکنیم. فعلا بریم روی چارت رو بیاریم فعلا تا به اینجاش هم برسیم. وقتی که کلیک کردین یه همچین تصویری میاد. روی این گوشه این که الان مشکی شد کلیک میکنید، یک تب جدید براتون باز میشه. میتونید تب قبلی رو اصلا ببندید. نگهش عمل میبندمش، اصلا نیاز دیگه به اون قسمت نداریم. حالا میگم چجوری واچ لیست هم درست کنیم. وقتی وارد سایت بشید با همین تصویر مواجه میشه. البته این شکلی نیست، برای من این شکلی، برای شما باید این شکلی باشه. یا سفیده که از همینجا گزینه دارک تم رو میزنید مشکیش میکنید، نخواستید میزنید سفیدش میکنید از این قسمت. حالا من میخوام دارک تم باشه، یه ذره تیره راحت تر. ظاهر کلی همینه. از همین گوشه سمت راست شروع کنیم توضیح بدیم، بریم به این سمت. اول از همون واچ لیست شروع میکنم. رمز ارزا یا به اصطلاح جفت ارزایی که میخوایم اضافه کنیم، از این گوشه به علاوه کلیک میکنیم. قسمت آل، هر صرافی، هر بروکر ارز مختص به خودش رو داره.
ولی ما سعی میکنیم اگر میتونید مثلا معامله‌گر تو صرافی بایننس هستید میتونید از بایننس استفاده کنید. اگر نیستید که بازم به نظر بایننس استفاده کنید چون روند ترین قیمت ها رو میذاره دیگه، به اصطلاح قیمت لحظه‌ای رو میذاره. برای بازار فارکس روی قسمت فارکس کلیک میکنید. بعد از اینکه کلیک کردید این گزینه قسمت آله، درسته؟ یعنی ببین الان یه یورو یو اس دی ما توی یه صرافی داریم، توی یه بروکر داریم، پایینش هم برای یه بروکر دیگه است. ما از اواندا استفاده میکنیم، شما میتونید از این بالایی هم استفاده کنید. من از اواندا استفاده میکنم، قیمت لحظه‌ای رو بهتر میگه. از اینجا میتونید انتخاب کنید. این همه ما لیست داریم. رو اواندا میزنید، تمام جفت ارزی که رو اواندا هستش رو برای ما میاره. جفت ارز خیلی زیاده برای بچه‌ای که تو بازار فارکسن، ولی من یه سری اسم گروه گزینه بزنم حذف بشن، این همینجوری حذف میشن اینا. خب اینا رو من با قبلش میکردم نکردم، حذفشون نکردم چون خواستم روی اکانت دیگه توضیح بدم خدمتتون، نیاورد گوگلم. خب ببین تصویر الان به اصطلاح بیارید، به احتمال یورو یو اس اینا همه چی هست. ببین به علاوه کلیک کنید، با همون به علاوه دوباره هر ارزی رو خواستید اضافه میکنید. این بالا میتونید سرچ کنید. مثلا من میزنم BTC USD، چرا نمیاره؟ چون تو این صرافی هست، بعد رو گزینه فارکس، بعد برم رو گزینه کریپتو. وقتی میام رو کریپتو میبینیم چند تا گزینه USD داره، ما USD تی رو میخوایم. اولیه بایننس، دومیه بایوبیت، اکو اکسچنج، صرافی دیگری یادم رفت اسمشون. ما با همین اولیه کار داریم. رو به علاوه میزنیم، ارز اضافه میشه. روش کلیک که بکنیم میریم وارد چارتش میشه. این چارت الان مثلا بیت کوین. من چشمشو بزنم خاموش بشه. حالت عادی هم که بخواید مثلا یه ارزی رو سرچ کنید، یک جفت ارزی رو سرچ کنید، سهامی رو سرچ کنید، هر چیزی، فقط کافیه همینجا تایپ کنید. نمیخواد صفحه باز کنید، میتونید باز کنید، ولی مثلا همینجا من میزنم سول USDT مثلا، برای من میاره. بریم چارت دومی، چون چارت اولیه تحلیل نگذاشتم یکم شلوغه. خب وقتی وارد میشیم یه همچین تصویری رو مشاهده میکنیم و فهمیدیم این چه کاربردی داره. بقیه‌اش کاربردی آنچنان نداره. مثلا شما میتونید دیزاین آلارم بذارید، آلارماتون رو میتونید ست کنید، تقویم مثلا میتونید بذارید اینجا. کاربرد خاصی ندارن زیاد. خب از این قسمت دوربین شما میتونی از تصویری که داری، تحلیلی که کردی، عکس بگیری. یعنی میتونی از این تصویر عکس بگیری. شما یه تحلیل کردی عکس میگیری، توی ژورنالت میذاری یا حالا چنل تلگرامی دارید، هر چی که دارید اونجا قرارش میدید. از قسمت دانلود کپی ایمیج هم که همونه، کپی لینک، یعنی شما یه تحلیل رو انجام میدید، لینکش رو کپی میکنید، توی تلگرام میفرستید یا SMS میکنید برای کسی بخواید، این کارا انجام میدید. اینم که برای توییتر هیچی. میایم این ورتر قسمت تنظیمات داره، این قسمت تنظیماتشه. روش کلیک میکنید، از قسمت اول میتونید رنگ کندل رو عوض کنید. مثلا میکنیم سبز و آبی، این شکل میشه آبی قرمز. من آبی سفیدش کردم اگه اول یادتون باشه. قسمت دوم داره برای نوشته های این دوره، میشه نوشتن اینجا لوگوه به اصطلاح رمز ارز حذف میشه میاد. این اسمش کلا همه چی حذف میشه. این قسمت بای بودن یا سل بودنش حالا نشون میده. اینجا ولیومش نشون میده، این بالا رقمش رو نشون میده. من نمیخوام، من همین رو آف کردم. رنگ بک‌گراند رو میتونید اینجا کم و زیاد کنید. مثلا بک‌گراند رو همیشه خاموش میذارم. میایم گزینه پایین‌تر. اینجا اون قسمت رقم‌های مربوط به اینجا ها میشه. ببینید الان یه دونه رو الان مثلا تایمر هر کندل رو به ما نشون میده. تایمر کندل خاموش روشن میکنه. گزینه پایینی رنگ بک‌گراند هستش.
اینجا میزنم رنگ بک‌گراند سفید میشه، میزنم تیره میشه براتون. سایز نوشته ها هستش، تکست مثلا رو 12 میتونید رو 16 بزرگتر میشه، 14 میتونید بذارید، میزنم رو هم 12 بمونه. چیز خاص دیگه ای نداره. او رنگ بک‌گراند تو رنگ شد. خب حالا بعدم درستش میکنم. یه همچین تصویری داریم. ادامه بخوایم بدیم، این مربوط میشه به اینکه بخوایم برگردیم یه قسمتی از مارکت رو حذف کنیم، مثلا تا اینجا میخوایم کات بدیم این قسمت حذف بشه، بعد ریپلای پلی میزنی اینجوری برات خوشگل میاد، بیشتر جنبه آموزشی داره این قسمت. بعد اشتراک بخرید تا بتونید ازش استفاده کنید. این قسمت گزینه اندیکاتورها رو داره. این اندیکاتورها هستن، مای اندیکیتور هستش اینجا. این حالت عادی این لیست اندیکاتور هستش. هر کدوم کلیک کنید میفته رو چارتتون. بیشتر از 2 تا نمیتونید، اگر بیشتر از 2 تا بخواید بعد اشتراک بخرید. روی گزینه ستاره‌اش هم که بزنید براتون اینجا تو این قسمت ستاره‌ای اضافه میشه و هستش براتون. این سری اندیکاتور رو من زده بودم، خیلیشون اصلا استفاده نمی‌کنم، همینجوری مونده. عرضم به خدمتتون نوع کندل هستش. ما از کندل میتونیم، این کندل هیکناشی هستش، ما از همون کندل استفاده میکنیم، یا به صورت خطیه. عرضم به خدمتتون به این شکل میتونیم ببینیمشون، ولی پرکاربردترینشون دیگه بعد اشتراک بگیره. اشتراک نمیخوام عزیزم. به صورت میله‌ایه. ما به صورت کلی از همین کندل ها استفاده میکنیم. گزینه بعدی گزینه تایم فریم هستش. اینم میتونید ستاره دار کنید که اینجا براتون لیست بشه. من حالا اینا رو بر خودم لیست کردم. تایم چیه؟ تایم فریم روی هر کدوم از اینا که بزنید این کندل ها رو میبینید به اندازه تایم همون اون میشه. مثلا من میزنم 5 دقیقه، هر کدوم از این کندل ها تایم یک 5 دقیقه است. یعنی اینجا باز شده 5 دقیقه بعد اینجا بسته شده. یا میزنم 15 دقیقه همینطور. ببین اینجا باز شده این کندل، اینجا باز شده اینجا بسته شده، رفته بالاتر برگشته اینجا بسته شده. هر کدومش 15 دقیقه است یا 30 دقیقه همینجا. این تایم فریم کلیه. ما از 1 دقیقه داریم، 3 دقیقه داریم، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه. من خودم از این استفاده میکنم، ولی تایم فریم دیگه هم داره. مثلا 45 دقیقه هستش، عرضم به خدمتتون تا 2 ساعته هستش، 10 دقیقه هستش. به اصطلاح 10 دقیقه مثل که اشتراکی شده، قبلا اشتراکی نبود، الان تازگی اشتراکش کردم. میایم این برتر اسم ارزی رو که ما مثلا روش هستیم هست. ما الان روی سولانا USDT هستیم، رمزارز سولانا به USDT، سولانا به تتر. اینجا می نویسه، روی میزنید، حذفش میکنید، تایپ میکنید، مثل همون که گفتم، مثلا اینم نزنید تایپ کنید میاره. یا به اصطلاح رقم سرچ تایپ میکنید، مثلا من میزنم 60 تایم فریم 1 ساعته میاره، یا مثلا میزنم 30 دقیقه، 30 رو میزنم میاره، میزنم 1 دقیقه رو میاره، 15 دقیقه، 60 دقیقه، هم 1 ساعته میشه. گزینه اول گزینه موس، انتخاب نوع موستونه که ما پیش‌فرض رو اینه. شما میتونید بذاریدش رو نقطه، موستون نقطه میشه، ولی اصولا از این بیشتر استفاده میکنیم. دیگه اختیاریه، این دیگه برای خودتونه، سلیقه بستگی داره. گزینه دوم چیه؟ خطا هستن، ترند لاین. مثلا این اولیه، اینجوری میتونیم بندازیم خط بکشیم، نقطه ها قیمتی رو به هم وصل کنیم. مثلا این خط الان اشتباه من کشیدم، فکر نکنید درسته. این درسته، اینجوری خطی بوده شکسته شده، رو هر چارتی بندازی جواب میده، ولی غیر اصوله. این 2 نقطه ایشه، یعنی یه نقطه اینجا رو میزنید، یه نقطه اینجا، تا بی نهایت میره. مثلا ما یه خطی روی بیت کوین داریم، هنوزه شکسته نشده، یه خط خیلی خیلی قدیمی. اگه برم دیلی فکر کنم رو چارتم باشه، اگه حذفش نکرده باشه. من باید برم روزانه، هفتگی باید برم.
اینا ببین مثل یه خط دو نقطه انداختم تا بی‌نهایت داره میره، حالا هم نمیشکنتش بیت کوین. این دو نقطه ایشه. بذارم روی چارت دیگه. این یکم شلوغ پلوغه. این اتریوم کلاسیک. خب این از این مورد تا اینجا بودیم. آره ابزار دیگه هم داره، مثلا این دو نقطه هم از این ور میره تا بی نهایت، هم از اون ور میره تا بی نهایت دیگه. این مثلا خط صاف میندازیم، مثلا رو چارت بیت کوین الان انداخته بودم، این میندازی فقط این سمت تا بی نهایت میره، این دو طرف تا بی نهایت میره دیگه. این صاف میندازه، این ور همون ور میندازه دیگه. چی داری؟ آها این با این میتونید شما کانال رسم کنید که من باش ناحیه بیشتر رسم میکنم تا کانال بخوام باش رسم کنم. چرا مثلا میگم شما اینجا رو نها کن، الان فکر کنم این چارت باشه، اینجا رو پیدا کنم. آره ببین الان یه کاربردش چیه، من اینجوری ازش استفاده میکنم، حالا ممکنه یکی دیگه یه جور دیگه استفاده کنه. من اینجا میکشم مثلا، بعد به این شکل بازش میکنم، میگم آقا این یه ناحیه است، امتدادش بدم ببین مثلا واقعا ناحیه است. ببین خیلی خط میندازن، من اینجوری ازش استفاده میکنم چون ببین تعداد برخورد بیشتری به من نشون میده. یه سری هم میان از همون ترند لاین استفاده میکنم، مثلا یه خط اینجا میندازن، از این نقطه مثلا میندازن این ترند لاین مثلا استفاده میکنم. جای ترند لاین من از این استفاده میکنم. این چیه؟ این کاناله. میبینی کانال برات درست میکنه، همین دو نقطه میزنی، یه نقطه شروع میزنی مثلا اینجا میزنم، نقطه پایانمو میزنم مثلا همینجا. یه کانال برای من انداخت. این کانال ابزار دیگه هم کاربن، مثلا چنگال اصلا من تا حالا ازش استفاده نکردم، واقعا 3 نقطه است، چنگال 3 نقطه‌ای من ازش استفاده نکردم، خیلی هم استفاده نمیشه، کاربرد نداره. گزینه بعدی فیبوناچی به شدت کاربردیه برای شما، وقتی بزنید این شکلی نیست. من رنگاشینا رو همه خاموش کردم، برای شما باید این شکلی باشه، وقتی میذارید روی چارت به این شکله. کاربردش چیه میگم جلوتر، خیلی پر کاربرده این فیبوناچی. این فیبوناچی 2 نقطه‌ای 3 نقطه‌ای میبخشید، من بیشتر از همون فیبوناچی اولی استفاده میکنم دیگه. باقیش معذرت میخوام مسخره بازیه واقعا، اصلا کاربرد نداره، استفاده نمیشه اصلا، خیلی استفاده نمیشه. طرف چی بشه استفاده کن. این ابزار مثلا کف و سقف، میخوای حرکت بازار رو باش بشموری، 5 حرکتی مثلا از این استفاده میشه. این هم همونه ACB استفاده میشه، مثلا ABC اینجوری استفاده میکنم. این مثلا برای الگوی سر و شانه کشیدن، مثلا اگر نمیدونی الگوی سر و شانه چیه میگم بهتون حالا بعدها. سر و شانه باش میکشم. دیگه چی دیگه هست، اینا رو به خودتون برید تست کنید، چیز ساده یه پیچیده نیست زیاد. ابزار بعدیمون لانگ و شورت. لانگ و شورت چیه؟ برای شما باید سبز و قرمز بشه. من حالا اینو تغییر رنگش دادم، اینم همون رنگی کنم. سبز و قرمز میذاریدش اینجا. این نقطه میتونید استاپتون رو مشخص کنید، میزان حد ضرری که میخواید بذارید با این مشخص میکنید، میزان حد سود این تا اینجا مثلا مشخص میکنید. بعد قیمت باز میشه به سمتش حرکت میکنه، یا تارگت میخوره یا استاپ. اگر به این نقطه برسی یعنی شما استاپ خوردی، به اون نقطه برسی یعنی تارگت زدی، سود کردی. کاربردش تو اینه. اینم که بالعکسشه، سله. اگر نمیدونید چیه ایرادی نداره، فقط داریم آشنا میشیم. اگرم میدونید که هیچ.
این قسمتی که شما برسه قیمت اینجا ضرر میکنید، برسه اینجا شما سود میکنید. این هم ابزار پرکاربردی. ابزار دیگه‌ش رو واقعا نمیدونم چیه، استفاده هم نمیکنم، چون استفاده نمیکنم نمیدونم چیه. ابزار بعدی براش، بیشتر جنبه آموزشی داره، شما میتونید نقاشی بکشید، بیشتر برای آموزش استفاده میشه. ماجیک داره، مثلا اینجوری ماجیک میکشی، یه ناحیه هست اینجوری مثلا ماجیک اینجوری میکشی داشته باشیش. دیگه فلش داره، اینجوری فلش مشخص میکنید. چه فلشی دیگه. چی داریم؟ این هم تقریبا مثل همون ولی خطه، مثلا جهت مارکت رو باش میتونید نشون بدید. دیگه چی؟ ما با این ابزار کانال نواحی رو ترسیم میکنیم، نواحی قیمتی رو با این ابزاره ترسیم میکنیم. ما یه ناحیه مثلا هست با این مشخص میکنیم. حالا چجوری اومده اینجا واسه من؟ اینجا اگر ببینید من اینجا همه اون ابزارا رو دارم، ابزاری که استفاده میکنم. این گوشش یه ستاره داره، میزنید پررنگ، میاد روش وای میسه، ستاره رو میزنی اضافه میشه. الان اضافه شد، میزنم حذف میشه. این چیه؟ اینم تقریبا شبیه همونه، دو طرف. ببین یادت اینو گفتم میذاریم میکشیم بعد اینجوریش میکنیم. این ببین یه طرفه میره، میبینی؟ این منتها دو طرفش میره. ببین این وقتی من نقطه اول میزنم نقطه دوم میزنم یه طرف میبرم موضوع، از اون ورش هم در میاد به همون اندازه. ولی این نه. یه سه کاربردش چیز دیگه است. واسه خیلی برای کانال کشیدن و اینا از این استفاده میکنن. من دارم ازش اینجوری استفاده میکنم. مثلا بخواد شما کانال بکشی با این ابزار میتونید بکشید کانال. مثلا با این بکشی کانالو. من مثلا برای ناحیه هم استفاده میکنم. این چیه؟ این هم همونه. شما اینجوری بالا پایین رفتن بازار رو مشخص میکنید. کجا رفته بازار، کجا اومده پایین، با این استفاده میکنید. ابزار دیگه چیه؟ ولش کن. ابزار دیگه چیه؟ کاربرد نداره. این چیه؟ تکس. شما مثلا یه ناحیه مشخص کردید، مثلا مارکتی، الان بازار اینجا، میخوای ببینی بازار میاد پایین یا میره بالا، از همینجا میره بالا. شما مثلا اینجا تایپ میکنی آقا در صورتی که بازار رفت بالاتر چیکار کنم، در صورتی که اومد پایینتر چیکار کنم. کاربردش همین. تایپ دیگه، تکست دیگه، هر چی خاصی می‌نویسی. این هم که دیگه ابزار دیگه اش میتونید برید ببینید. این هم شکلکه، میتونید شکلک بندازید. این خطکشه چیه؟ خطکشه مثلا میخواید ببینید از اینجا تا اینجا بازار چقدر رفته بالا. یه کلیک میکنید میای بالا، مثلا 137% رفته بالا، باز افزایش قیمت داشت. اینجوری مشخص میگه مثلا از اینجا تا اینجا چقدر ریخته. نگاه میکنی میبینی او 72% مثلا مارکت ریخته. اینم که ابزار زومه، مثلا میزه اینجوری زوم میکنه، بازار برات زوم میشه. منها هم داره دیگه، اینجوری میزنی بازار برمیگرد. آهنربا چیه؟ شما میخوای یه ناحیه رو بکشی، ابزار آهنربا. میبینی آهنربا میخوای دقیق ترسیمش کنی، میخوای دقیق مثلا مشخص کنی تو که این باشی. ببین الان من غیر فعالش کنم مثلا موسم نمیره، مثلا میخوای دقیق اینجا مشخص کنی، روشنش میکنی، میای دقیق رو همون میزنی میندازه رو دقیق. مثلا میخوام مشخص کنم دقیق از تو که این تا تو که اون برای ما سلکت شد، تصویر کادر کشید. اینجوریه. میگم که یه مدل دیگه از آهنربا باشه، آهنربا جذب میکنه. ببین جذب قبلیه شکل چیز جذب نمیکنه، مربعی رو جذب نمیکنه. زنیم حذفش میکنیم. مداد چیه؟ قفل میکنه، ابزاره شما رو قفل میکنه. چشمی چیه؟ چشمی مثلا یه تصویری اینجا شما کشیدی، مثلا اینجا یه ناحیه رو کشیدی، اینجا یه ناحیه دیگه رو کشیدی، ابزار مربع مستطیل ما رو به اصطلاح کشیدی، میخوای نبینی، خاموش کنی بازار. مثلا این لایو ببینم بازار چه خبره، مثلا بازار ببینم چه خبره، مثلا بازار مثلا اینجا می ناحیه‌ای بودم. به در چه زمانی میخواسته شما یه چیزی داری، یه ناحیه‌ای داری و مثلا میگی ببینم اگه خاموشش کنم چی خاموش کنی، مثلا اینجا می ناحیه‌ای داری، اینجا می ناحیه، به درد این میخوره. بازار چشت خلوت بشه دقیقه ببینی چه خبره.
صد اشغالم میزنی، گزینه اول دوم اندیکاتورها رو حذف میکنه، سوم بزنی همه رو حذف میکنه. مثلا شما اندیکاتور رو انداختی، مثلا من بولینگر بند الان بندازم، من فقط میخوام مثلا خطا حذف بشه، شکلایی که روی چارتم هست حذف بشه، اینو میزنم حذف میکنم. اندیکاتورم هست، یه موقع است مثلا هم اندیکاتور همه چی رو میخوام حذف کنم، فقط میخوام اون باشه. گزینه سوم میزنم اندیکاتور هستش، اینو میزنم اندیکاتور هست شد. گزینه آخر رو بزنم همه رو با هم حذف میکنم، 4 تا برام خالی خالی میکنم. بریم روی خود صفحه بهتون بگم. ما یه سری روند داریم تو بازار، به اینو ما میگیم کندل. به موضوع کندل کامل میپردازیم توی ویدیوی اصلی توضیحات کندل، میگیم کندل چیه، چه کاربردی داره. ولی بخوام بهتون بگم به صورت کلی، کندل یه همچین شکلیه. یه جا خالی باز کنم، برو بالا. کندل یه همچین شکلیه، یه مربعیه، یه خط بالاشه، یه خط هم وسط، اینجوری بگیم. خب قیمت اینجا باز شده اومده پایین، اینجوری بذار با همین پن بهت بگم. اینجا ببین بازار باز شده رفته بالا اومده پایین، دوباره رفته بالا اومده اینجا بسته شد. این تصویر کلیش روش‌های متفاوتی داره برای رفتن قیمت. اینجا باز شده رفته بالا بعد اومده پایین بعد اومده اینجا بسته شد. نه اینجا باز شده ریخته رفته بالا اینجا بسته شد. یا هزار تا مدل دیگه تا بی نهایت میتونی مدل برات ترسیم کنم. رفتار قیمت همینه، قرمزش هم برعکسه. توی بخش کندلا کامل بهتون میگم این چه کاربردی داره. اینجا تایم رو به ما نشون میده، اینجا قیمت رو به ما نشون میده. ببین $20 21 و 50 بهتون اینجا قیمت رو نشون میده، اینجا قیمت رو بهتون نشون میده. اینجا این قرمزه چیه؟ این قیمت لحظه‌ای رو داره بهت نشون میده، $15 و 76 سنت. زیرش هم تایم فریم بسته شدن این کندل رو بهت میگه 54 دقیقه دیگه این کندل بسته میشه. چرا؟ چون تایم فریم چند دقیقه الان؟ 4 ساعت 1 ساعته بود. تایم فریم 1 ساعته. این پایینم ساعت و تاریخ رو بهتون نشون میده. مثلا اینجا 19ام، الان من موس آوردم بالا زیر نوشته ساعت 12 25 19 اکتبر 2025. اینجوری نشون میده. جلوتر هم نشون میده، عقب‌تر هم برید بهتون نشون میده. اینقدر بکشم عقب بهتون عقب‌تر هم نشون میده. مثلا 2025 عقب‌تر بکشم برم مثلا ماهانه هفتگی بهت بگم. میاد سال 2021 2024 2025 2022 تاریخ رو بهت نشون میده، تاریخ و ساعت. این OTC چیه؟ تایم فریم میگم تایم فریم ساعت منطقه‌ای رو بهت نشون میده که ما بیشتر اوقات رو OTC میذاریم بمونه. یعنی شما مثلا خواستی میتونی عوض کنی شهر مد نظر خودت بزنی، مثلا توکیو داره، نیویورک داره، بر اساس تایم اون منطقه میشه. لندن داره، تهران هم داره. من تهران هم یه مدت گذاشته بودم بعد فهمیدم اون اوایل که یاد گرفته بودم. قطر داره مثلا، اشتباه مثلا تایم فریم رو عوض کنم بزن همون OTC پیش‌فرض خودش بمونه. توکیو داره، تهران هم داشت، بذار تهران هم بهتون نشون بدم اگر پیدا کنم. استانبول هم داشت، دبی، اینا همش بود. ولش کن داره خلاصه. دیگه ویدیو رو طولانی نکن. یه گزینه زبان هم داره، یعنی عکس ایمیلتون که کلیک کنید گزینه لنگویج هم داره. اینجا میتونید به زبان خودتون انتخاب کنید. زبان فارسی رو پشتیبانی نمیکنه متاسفانه. خب دوستان مبحث دیگه نمیمونه، تا حد امکان سعی کردم کامل و جامع توضیح بدم بتونید باش کار کنید. و یکم ویدیو طولانی شد، بعد حوصله به خرج بدید، نگاه کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.